أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، اولا ماه شریف رمضان از برای یکایک شما و در شخصیت شما برای تمام اهل خاندانتان، تمام مسلمانان دیار تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار فیض و برکات و خیرات و حسنات شه در دیاری همیشه بهار و گل شکوفای ما نازل سازد. واقعا از اخبار همین یک دو روز اخیر بعضی حادثه های بسیار دهشتباری را مشاهده کردیم که در دیار ما، در دیار نازنین ما جنگ نزاع آمده، مردم به مصیبت ها مبتلا شدند. همون مصیبتی که به سر مردم واروخ آمده است، به سر مردم اصفهان آمده است، این مصیبت عمومی تمام مسلمانان دیار است. هیچ جای شک و شبهه نیست که واروخ، چارکو یا گوشه های جگر تاجیکستان عزیز ما هستند. اینا ملکای از همون قدیم الایام تاجیک نشین و مسلمان نشین هستند. واقعا وقتی که میبینیم که به سر مردم ما عذاب و کلفت میآید، اگر ما یک طرفه باشیم، اگر به شرط ما در چون غم شریک نباشیم، این نشانه جوانمردی و گمان میکنم که مسلمانی نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید میکند: ترى المؤمنین فی تراحمهم و توادیهم و تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا منه تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. این مردم مسلمان در میل محبت به هم دیگر، در دوستی، در لطف و مهربانی مثل اعضای یک بدن هستند که اگر عضوی از اعضای بدن به درد آمد، تمام عضوهای دیگر با او غم شریک می شوند. مقصد که تبشون بلند می شود، ناراحت می شوند، بیدار خوبی می کشند. واقعا این مصیبت تمام مسلمانان دیار است. ما هم غم شریک هستیم با واروخی های عزیز و برادران، اونایی که بعضی هاش در مشکلی ها غلطیدن، بعضی ها زخمی شدن. عرضی تسلیت بیان میکنم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن رو دارم که پروردگار صلح و ثبات هر چیز زودتر با او دیار وارد سازد. خداوند غیرت همت مسلمانای دیار برانگیزد که غم شریک باشیم به هم دیگر. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تک از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. واقعا خویده همی است که وقتی که مثلا غم آمد، مصیبت آمد، تمام مردمی که دعوای وطنداری میکنن، دعوای مسلمانی میکنن، در غم و مصیبت همدیگر باید شریک باشند. واقعی عمومی است. خدا کنه که این مشکلی ها از سر مردمی دیار اصفهان، دیار تاجیکستان دور گردد. انشالله ما هم یقین داریم که از دو جانب هم مردمی با فرهنگ و با فهم هستند و سعی میکنن که هر چیز زودتر صلح و صلاح برقرار شود. اما من گفتنی هستم با برادرای واروخی که با اطمینان کامل تمام مردای با غیرت با ناموس دیار همراه شما هستند. شما گمان نکنید که شما تنها هستید. همه در غم شما شریک هستند، همه رفیق شما هستند. ما همتنیم، هم جانیم، هم وطنیم. پروردگار از جمیع بلا و گزنده حفظتان کنه و خداوند فیض برکات و خیرات و حسنات شه در اصفهان گل شکوفان همیشه نازل سازد. در این حالت و وضعیتی که ما یک دل باید باشیم، یک جان باشیم، به همه فتنه ها دست دادن گمان میکنم که اوقدر از روی شرافت جوانمردی نیست. حقیقتا وقتی که یک مشکل به سر مردم دیار اومد، تمام مردمی که خچونا تاجیک میدانند، خچونا مسلمان تاجیکستانی میدانند، در هر گوشه و کناری که نباشند حتما باید هم‌آواز شوند، همدرد شوند. ابن کثیر در کتاب البدایه و نهایه تاریخ معروفش می‌آورد که در زمان جنگ‌هایی که بین حضرت علی کرم الله وجهه و امیر معاویه رضی الله تعالی عنه برگزار میشد، قیصر روم به شام هجوم کرد و شهر رقه را اشغال کرد. معاویه رضی الله عنه با قیصر روم مکتوب نوشت و تاکید کرد که بدبخت گفت
اگر از ملک سرزمین ما خارج نشوی با پسرمکم علی صلح میکنم و تا آخران قطره خون بر ضد مبارزه میبریم همراه. وقتی همین مکتوب میگه به قیصر روم رسید، در حال امر کرد که شهر ترک کنند، باز با موضوعهای خود قفلو گشتند. انا ایرا جوان مردی میگن، انا ایرا همدیگر فهمی و همدلی میگن. واقعا در این مسئله باید که با فتنه ها و دسیسه ها ما دست ندهیم. وقتی که یک مصیبت به سرمون میآید باید اتفاق دوستی ما خیلی بیشتر و زیادتر شود. ما مثل همین خشت ها یک خانه هستیم که همدیگر را قوت میتیم. وقتی جنگ است و وقتی ننگ. واقعا همین گوشت از استخوان جدا کرده نمی شود. هر کسی که در وجودش خون تاجیکی داره، خون مسلمانی داره، باید غم شریک باشه در این مسئله، باید همدردی خودش بیان کنه، باید خودش بی‌طرف نگیرد. همون زمانایی که دانشجو بودیم در دانشگاه ملی تاجیکستان در زمانهای شوروی میخوندیم، یک چیزی ارخیو در دستم غلطید، یک قرباشی به دست به نام جنید خان قرباشی اصلا ترکمن است. همین بر ضد دولت شوروی بر ضد بلشویک‌ها مبارزه می‌برد. اما وقتی که همون ریسپوبلیکای خلقی بخارا را تقسیم کردن، همین جمهوری‌های شوروی مقصد جمهوری ترکمنستان خواستن برپا کنند، جمهوری قرقیزستان و ازبکستان و بعداً تاجیکستان الحمدلله. همین وقتی همین خبر براش رسید، میگه با کمیسر روس‌ها مکتوب نوشت. گفت هنگام تقسیم همین کشور دیار اگر به شرطی که خاک چارجو و خاک مروه در ترکمنستان داخل کنه، من دیگر از همین جنگ و مبارزه دست میکشم. همین سببی که چارجویی که ببینه اصل بگیریم با ازبکستان خیلی نزدیکتر است، اما در حیاتی ترکمنستان گذشت. سببگارش یکی از سببگارش همون شده که مردی خدا را ببینه که محبت داشت، محبت دیار که در دلش بود، ناموس نام که داشت. اگر او به شرط همین چارجو را در خاک ترکمنستان وارد کنه، من از جنگ خط میکنم جنگ ما. و همین دیار ایران رفت، در همون سرخس ایران زندگی کرده است، در همونجا از دنیا گذشته است، دیگه جنگ نیزا را قطع کرد. برای این بسیار خواهش میکنم در همین وقتی ننگ ناموس باید ما متفق باشیم، باید ما متحد باشیم، از یک گریبان سر بروریم. برادرای عزیز به فتنه و دسیسه ها داده نشوید. سعی کنید که این فتنه و دسیسه ریشه برکنه، هیچ وقت فایده و منفعت نمیارد. پروردگار دیار عزیز ما را از تمام فتنه و دسیسه ها حفظ کنه. خداوند برکاتش هرگز از این دیار از این سرزمین منقطع نگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.